نفر پیش پیامبر گرامی آمد گفت حضرت قرآن میگه که نماز آدم از کارهای ناروا و نادرست حرام من میکند. اوی برادرای ما غیبت میکنن، برادرای ما دروغ میگن، برادرای ما زنهای مثال نامحرم با بسیار چشم شهوت نگاه میکنن. نمازهای اینا چی میشود؟ پیامبر چی جواب گفت؟ گفت که نماز اینها از برای خدا نیست. یعنی نمازی که از برای خدا نباشد، همین خصلت‌ها، همین رفتارهای بد از وجود شما برادر عزیز دور نمیشود. و این خاطر یعنی تو ببین تا بیگاه کارت ثواب بود، وقتی دست به زنا زدی البته همه ثوابی تو را میخره نابود میکنن. یعنی در نامه اعمال تو دیگر بغیر زنا ای ثواب هیچی نیست. از این لحاظ نمازهای شما، عبادتهای شما در نزد خداوند نه اجر دارد نه قبول.